یه هفته قبل از پریود انگار یه آدم دیگه میشی، عصبی، بی‌حوصله، یهو بغض میکنی و بعدش خودت رو سرزنش میکنی که چرا اینجوری شد. ولی واقعیت اینه که این فقط به اراده و شخصیت تو ربط نداره. این یک ضعف شخصیت نیست، یه بهانه هم نیست، یک واکنش شیمیایی واقعی توی مغزته. بذار دقیق نشونت بدم چه اتفاقی میفته، چون وقتی بفهمیش نگاهت به خودت عوض میشه. توی نیمه دوم چرخت یه هورمون به اسم پروژسترون بالا میره. این هورمون یه ماده میسازه به اسم آلوپرگنانولون. اسمش سخته ولی کارش ساده است. مثل یک آرامبخش طبیعی روی مغزت عمل میکنه. گیرنده های گابا رو فعال میکنه که همون ترمز آرامش مغزته. یعنی توی این روزها مغزت یه مهمون آروم کننده داره. حالا قسمت اصلی. درست چند روز قبل از پریود پروژسترون یهو سقوط میکنه و مغزت به این تغییرات واکنش نشون میده. همزمان تعادل مواد شیمیایی مرتبط با خواب مثل سروتونین هم به هم میخوره. نتیجهش میشه اضطراب، تحریک پذیری، گریه بیدلیل و حتی اون ویار شدید شیرینی و شکلات. چون یکی از دلایل احتمالیش تلاش مغز برای بالا بردن همین مواد شیمیایی مرتبط با خود. پس اون لحظه که حس میکنی کنترلت سخت‌تر شده، دلیلش فقط ضعف اراده نیست. مغزت واقعا تحت تاثیر تغییرات هورمونی. ولی یه نکته عجیب اینجاست. همه خانم‌ها این تغییرات هورمونی رو تجربه میکنن، اما فقط بعضی‌ها علائمشون خیلی شدید میشه. چرا؟ جوابش توی یه فرق مهمه که کسی بهت نمیگه. یه تفاوتی هست بین PMS و یه چیزی جدی‌تر به اسم PMDD. PMS خیلی شایعه. یه بی‌حوصلگی و ناراحتی که آزاردهنده هست ولی زندگی تو فلج نمی‌کنه. ولی PMDD فرق داره. اینجا علائم اونقدر شدیده که چند روز عملاً نمیتونی کار کنی. رابطه‌هات به هم میریزه یا افکار خیلی تاریک به سراغت میاد. این دیگه خلق و خوی زنونه نیست، یه اختلال واقعیه با علت بیولوژیک که درمان داره و خیلی ها سالها باهاش زجر میکشن فقط چون فکر میکنن طبیعی. پس چیکار کنی؟ اول اینو بدون که این علائم واقعی‌ان و لازم نیست خودتو بابت این علائم سرزنش کنی. دوم، علائمت رو برای 2 تا 3 ماه یادداشت کن. اگر هر ماه قبل از پریود ظاهر میشن و بعد از شروع پریود بهتر میشن، احتمالاً به چرخه قاعدگی مربوطه. و اگر این علائم اونقدر شدیدن که روی کار و درس یا رابطت اثر میذارن، حتما با یه پزشک مشورت کن. هم با تغذیه و سبک زندگی، هم با درمان دارویی کاملا قابل مدیریت. لازم نیست تحمل کنی. یه کاری برات کردم. پایین همین ویدیو توی کپشن یه چک لیست کامل از علائم نوشتم. هم علائم PMS، هم اون نشونه‌های هشدار PMDD که اگه داشته باشی باید جدی بگیری و بری پزشک. حتما بازش کن و کامل بخونش، چون ممکنه دقیقاً همون چیزی باشه که سالها دنبال جوابش بود. حالا برام بنویس قبل از پریود بیشتر کدوم علامت سراغت میاد؟ عصبانیت، اضطراب یا ویار شیرینی؟ اگه این ویدیو برات مفید بود، مداگاه رو دنبال کن و برای کسی بفرستش که همیشه فکر میکنه این حالتها الکی.